آقا اینم سانتافه، نگاهش کن دیگه. این سیلند میلندش، یه بوکس و سیلند و میلند و ایناش. بقیه چادر سوخته است دیگه، چیزی نداره. خودم آمدم بالا سرش که دیگه چون میگم چیزی نداره که من بخوام بگی فیلمش حالا گرفتید جایش مونده یا جایش نمونده. شما فهم خواستی به وضعیت چیزشو ببینی، موجود بودن لاشه‌شو ببینی. اینم موجود بودن لاشه ماشین. اینم که وضعیت موتور و گیرباکسش. و السلام علیکم.